در خصوص جناب آقای مادورو که مثل این که امروز صبح دستگیر شدند و شما فرمودید تو اون مصاحبه قبلی که الان دیگه زنگ ها به صدا در نیومدند، ناقوس ها به صدا در اومدند. همزمان هم توی خاورمیانه و تو ایران خودمون هم موج عظیمی از اعتراضات رخ داده و ما تقریبا یه سری میشه گفت رویدادهایی رو داریم که بسیار عجیب و غریبه. یعنی شما در یه طرف سقوط مادورو رو دارید، یه طرف هشدارهای ترامپ که اگر اتفاقی بیفته من حمله میکنم، و یه طرف هم خب پیشبینی هایی که شما کردید. شما میگفتید که پاییز برگریزان، آبان و آذر و بعد از اون خب مردم به بیرون میریزند. دکتر، با تمام این اوصاف خب ما یک جنگ 12 روزه داشتیم. 12 روز که گذشت شما این سری هشدارها دارید، گفتید این آخرش نیست، ادامه داره، تا پاییز ادامه داره، حواستون باشه. هشدار دادید شما. دقیقاً اون زمان، اون بازه زمانی شما چی دیده بودید که میدونستید به همچین چیزی ممکنه ختم بشه؟ ببینین این بازه زمانی خودش از یه مقطعی از یک زمانه بسیار طولانی تریه که از دهه 1380 خورشیدی با پرونده هسته‌ای مطرح شد و خود این زمانه‌ای که در ارتباط با ایرانه در متن و بطن یک زمانه گذار از نظم کهن حاکم بر نظام بین الملل به نظم جدید ایجاد شد که از 11 سپتامبر 1990 میلادی با سخنرانی بوش پدر آغاز شده. اینها رو نمیتوانیم جدای از یک گستره وسیع زمانی، وجود رویدادها، روندها، تصاویر و اقدامهای گوناگون یا به عبارت دیگر چرخه زمانه ببینیم. رویدادها رو باید دید، رو ستون فقرات روندها می نشینند، تصاویر جدیدی به وجود می آورند و در برابر این سه مؤلفه کنش‌های گوناگون از سوی بازیگران مختلف رخ میده، در سطح بین المللی، در سطح منطقه‌ای، در سطح داخلی. در سطح داخلی شما باید بازی کنشگران سیاسی گوناگون، اصلاح طلب، اصولگرا، شاخه های گوناگون، تبدیل بخشی از مردم به روند انقلابی جدیدی که تحت عنوان براندازی ازش یاد شد و الان یک انقلاب نوین رو شکل داد از 1401 به بعد و این قابل پیش بینی بود، همینطور که سال 98 96 از این منظر قابل پیش بینی است. شما همین روندهایی که در داخل وجود داره با رویدادهایی که حاصل میشه، با تصاویری که به وجود میاد، کنش‌های گوناگونی که افراد انجام میدن، در همتنیدگی و پیچیدگی اونها میبره مطلب رو به روی چی؟ روی یک سازه و سازواره دیگری که تو منطق بین المللی قرار داشت و حد واسط این منطقه‌ای بود. در منطقه هم شما جنگ 33 روزه که آغاز شد برای حزب الله، زنگ ها به صدا در اومد. جنگ 22 روزه همین بود، گفتن پیروز شدیم، ولی پیروزی یک امر نسبی است و شما بعد از اون پیروزی ها برای خود پلی برای پیروزی های بزرگتر بسازی. ولی وقتی رقیب شما از شکست پلی برای پیروزی های عالی میسازد، مسئله ساز میشه. همه اینها رو نمیتونی بدون هم ببینی. من ضد واقعی 7 اکتبر رو هم عرض کردم به زودی به وجود میاد. اگر بعد از جنگ اوکراین ننوشتم، نگفتم که همین مدلی که در جنگ اوکراین هست، سناریوی شکار مار بوآ در خاورمیانه با محوریت اسرائیل و هدف نهایی تهران شکل خواهد گرفت. آیا شد یا نشد؟ اینها قابل پیش بینی نیست. وقتی شما مدل‌های درست آینده اندیشی داشته باشی که من اینجا نمیتونم توضیح بدم، درسی است که من تحت عنوان مدیریت آینده اندیشی کاربردی، باریخ شناسی کاربردی عرضه میکنم. خب
سال گذشته قبل از روی کار آمدن ترامپ من مکعب اقدام ترامپ رو نوشتم و در روز اول اومدن ترامپ بر اساس پیشبینی که داشتم که ترامپ رئیس جمهور میشه منتشر کردم. گفتم که پارادایم او اتوریته تهاجمی خواهد بود، دکترینش فشار اقتصادی و اول دیپلماتیک، اقتصادی و بعد نظامی خواهد بود. سیاست کلانش انضباط طلبی فعال هست. انضباط طلبی فعال به این معنا که اولیت برای سیاست خارجی خواهد بود، برای که بتواند اولویت خودش اول آمریکا و مسائل داخلی آمریکا را حل کنه، که الان هم می‌بینید همین کارو میکنه. لذا سیاست کلانش وقتی این قرار میگیره استراتژیش میشه فشار و تقابل. فشار به مادرو آورد و تقابل کرد، فشار به ایران میاره و تقابل میکنه. هدف خب پیروزی یک امر نسبیه و بسته به اهداف دیگه. منظور شما اینه بهتر؟ خب ببینین بر اساس همون مکعب که تاکتیک و تکنیکش رو هم اگر بخوام بگم رسان کردن همه بحران ها و استفاده از ابزار گوناگون فشار روانی و جنگ بود، اومد برای ایران طراحی شد. مکعب اقدام ترامپ برای ایران گسترش جنگ مینیاتوری بود، همون کاری که تقریبا در باب ونزوئلا هم کرد. گسترش ترورها از برون به درون بود. همون جنگ آیینی اگر اشاره کرده باشم، درست اشاره کرده باشم، منظورتون دقیقاً اونه؟ نه، منظور فقط اون نیست. حاصل و محصول و خروجی اون مکعب موجود در ارتباط با این معنا، در ارتباط با ایران، اون جنگ بود که در 12 رکوع راه افتاد و منطقش منطق جنگ روایت ها، جنگ آیینی و بعد جنگ ساختاری است. در اونجا عرض کردم که ائتلاف بر ضد ایران رو در بعد سوم انجام خواهند داد. بعد از جنگ ملیتاری، ترورها، ائتلاف منطقه‌ای و بین المللی، سپس فلج اقتصادی میکنن که این فلج اقتصادی گفتم در پاییز رخ خواهد داد و به واسطه همین فلج اقتصادی که رخ میده به هر روی در یک جای از من سوال کردن که آیا احتمال داره مردم بریزن بیرون، که اون قسمتی که من پاسخ میدم پخش شد و گفتم بله، ممکن حتی به زمستان سخت نرسه و پاییز برگریزان هم شاهد ریختن مردم به بیرون باشه. که بعضی‌ها گفتن تو اونجا گفتی، من فکر کنم خود شما بودید و فیلم برداری کردید در مهمانی که از من کارآفرینان دعوت کرده بودن، شما فیلم برداری کردید و اون رو گذاشتید بدون اینکه پرسش دقیق پخش بشه. اونها گفتن این احتمال وجود داره که در پاییز هم مردم بیرون بریزن. گفتم احتمال داره، ما پیشگو نیستیم، ولی این احتمال وجود داره و من باور دارم که وقتی در مشهد آمدن مردم و اون حرکت انجام شد، این خودش جرقه‌ای بود و باید این رو بسیار بسیار جدی بهش نگاه میشد. جسارتاً کدوم حرکت رو؟ مشهد آمدن برای اون تشییع جنازه اون وکیل و منجر به دستگیری نرگس محمدی و غیره شد. ببینین اینها رو شما باید روی خط سیری نگاه کنین و ببینین این قابل حصول بود. خب من بیام بگم مثلا همچین تاریخی در همچین روزی در همچین ساعتی فلان میشه این که، ولی خب درست آذر که تمام شد ما شاهد تظاهراتی بودیم که از 6 دی آغاز شد و اون زمستان سخت، من گفته بودم پاییز برگریزان و زمستان سختی در پیش است، که پاییز برگریزان رو داشتیم و زمستان سخت. امروز من معتقد هستم در کنار مکعب اقدام ترامپ در سطح کلی کلان و مکعب اقدام ترامپ مرحله دولت‌های به اصطلاح اونها نامتعادل مثل ایران و ونزوئلا، یا ونزوئلا بعد ایران که عرض کردم اون دفعه با شما یه مصاحبه بود، میرسیم به چی؟ میرسیم به یه مکعب دیگه‌ای که من احساس میکنم داره فعال میشه، مکعب واژگونی غیر خطی. در اینجا 3 لایه وجود داره. سطح فشار افزایش پیدا میکنه، گفتم داکترینش فشار دیپلماتیکه، الان یه بعد دیگه به این فشار اضافه شد، فشار روانی و عملیاتی. اینکه خبر دیگه راستی آزمایی نمیشه کرد و نمیشه تایید کرد، نمیشه رد کرد.
خبرهای اومد مثلا چقدر نیرو آمریکایی‌ها دارن وارد ایران میکنن، چقدر نیرو اسرائیلی‌ها اعلام کردن داخل ایران. اینا خبره، داده نیست، دیتا نیست. تاکید میکنم دیتا نیست، نمیشه بهش تکیه معنادار کرد، ولی به هر تقدیر خبره و من به خبرها حتی اگر فیک باشه توجه میکنم. خب این خبر میخواد حداقل اینه که اگر حتی فیک باشه میخواد اثر چی بذاره؟ روانیشو بذاره و میذاره و واقعا میذاره این خبرها. پس این معنا رو باید داشته باشیم. جنگ روانی در کنار عملیات روانی با رأس جنگ رسانه‌ای کارش رو میکنه تا بتونه جنگ روایت ها رو تغذیه کنه. مثلا گام بعدی ترامپ بعد از واژگونی غیر خطی رو داره دنبال میکنه. همین کاری که با مادرو دنبال شد. اون مادرو بر اثر من معتقدم با مکعب واژگونی غیر خطی کار کرد. یعنی حالا من بگم سطح فشار رو ببینید. یکی سطح فشاره که الان اعلام کردم، یکی میدان کنش رو افزایش میده. میدان کنش الان داره افزایش داده میشه. اسرائیلی‌ها گفتن بعد از تهدید دیروز ترامپ ما همکاری میکنیم. آلمان امروز همراه شد، اتحادیه اروپا داره همراه میشه، استرالیا همراه شد. یعنی اون ائتلاف منطقی و بین المللی که مکعب اقدام ترامپ بود داره تشدید میشه. اینا تمام که نمیشه، که شروع میشه به موازات هم پیش میره و عمل میکنه. مکعب در حال گردشه. خب از این زاویه نگاه کنیم، پس میدان کنش اضافه میشه. خب پس سطح فشار بالا رفت، میدان کنش بالا رفت و سطح عملکرد میان گروه ها و منطق برخورد در این سطح میدان کنش به افزایش فشار در سطح سوم دچار میشه. افزایش فشار دیگه فقط رو دولت نیست، فقط رو حکومت نیست، افزایش فشار رو مردم هم هست. مردم در یه حالت تعلیقی باید خارج بشن. این پیام‌هایی که میفرستن و میگن شما اگر اتفاقی خب در همین صورت بگیره ما حمایت میکنیم. خب این همینه دیگه، داره میزان فشار رو افزایش میده، فشار رو در همه جوانب. به زودی مسئله فقط پرونده هسته‌ای ایران نیست، پرونده موشکی نیست، اینها در سطح فشار دولته. مسئله دولت با دولته، حکومت با حکومته. ولی وقتی میخوای سطح فشار رو افزایش بدی، میاره رو مسئله چی؟ اعراب و اسرائیل. این پل شد. الان دیدیم که میگن باید مسئله اعراب اسرائیل رو تهران بپذیره و این رو در همون مکعب واژگونی غیر خطی به عقیده من اسم گذاشتم دنبال میکنه. بعد از این سطح فشار رو میاره رو مسائل حقوق بشر. کجا این رو آغاز کرد؟ با اون که در شبکه اجتماعی خودش همین 24 ساعت نیست دیگه اعلام کرد که اگر حمله‌ای به مخالفان صورت بگیره من حمایت میکنم و آمریکا وارد عمل میشود. این یعنی چی؟ این دیگه بالا بردن سطح چی بود؟ فشاره. پس 3 ساعت شد دیگه. این 3 ساعت زاویه هایی که با هم برخورد میکنن مکعبی رو تشکیل میدن تحت عنوان مکعب واژگونی غیر خطی از منظر استراتژیک و آینده اندیشانه. پس مسئله ایران تو اون مصاحبه عرض کردم این 3 تا به کنار هم پهلو پدیده هم باید حل شه. ماجرای کجا؟ ونزوئلا، بعد مسئله اوکراین و بعد مسئله ایران. این 3 تا با همدیگه در هم تنیده است. فلذا برای تثبیت نظم آینده جهانی با قرائت آمریکایی که مرحله تأسیسی زمان بوش پدر بود، مرحله تحکیمی زمان اوباما بود، مرحله تثبیتیش زمان ترامپ، این داره انجام میشه و ترامپ میخواهد این تثبیت از آن خودش باشه، نه رئیس جمهور بعدی. لذا به واسطه این که دور دوم ریاست جمهوریش هم هست و در دور سوم طبق قوانین ایالات متحده آمریکا نمیتونه رئیس جمهور بشه، خودش زیاد مسئله ای نداره و الان هم میبینید تیمش مثل وزیر
امور خارجهش، وزیر دفاعش، اینا زیاد دیگه مثل گذشته تو آستانه انتخابات کنگره ایالات متحده آمریکا و احتمالات موجود در فرسایش جایگاه اونها در میان افکار عمومی آمریکا زیاد وارد موضع گیری نمیشن. اینجاست که آمدن دکترین امنیتی 2025 رو در اواخر سال 2025 منتشر کردن. امریکایی ها در ارتباط با خاورمیانه میگن ما دیگه وارد گسترش دموکراسی در خاورمیانه نمیشیم، در حالی که عملاً با همین توییتش آمریکا این کارو کرد. ولی عملاً در مسافرت اخیر نتانیاهو چی گفت؟ گفت من این رو اگر هسته‌ای رو شروع کنید ما وارد جنگ خواهیم شد و اگر بخواید موشکی رو ادامه بدید ما از اسرائیل حمایت خواهیم کرد که برخورد کنه و سپس سپرد به اسرائیل، یعنی برون سپاری امنیت منطقه رو دارن و هزینه خودشون رو پایین میارن.